بعد آن که دادرس دادگاه شهر سور حسنی عبداللهف نفر گناهکار در تجاوز به ناموس دختر 12 ساله را بر اساس قانون عفو آزاد کرد، جوانان فعال تاجیک در شبکه‌های اجتماعی معرکه گسترده را به نام عدالت به شبنم با طلب به جزای سزاوار رسانیدن افراد گناهکار در جنایت‌های جنسی علیه کودکان به راه انداختند. این فعالان بر این نظرند که وقت‌های آخر دادگاه‌های تاجیکستان نسبت به افراد گناهکار در تجاوز به ناموس کودکان حکم‌های خیلی سبک صادر کرده ایستادند. از جمله اخیراً دادگاه نوین رودکی یک جوان 18 ساله متهم به حرکت‌های بداخلاقانه نسبت به یک پسرچه 12 ساله را همگی به 160 ساعت کارهای جمعیتی محکوم کرد. همین طور ماه اوگوست دادگاه نوین شاه منصور نام جوانی را که به تجاوز به ناموس یک دختر 14 ساله در خوابگاه تکستیل ایبدار میشد همگی به 3 سال زندان محکوم کرد. فعالان میگویند نباید پدافیل ها، یعنی آنهایی که بچه بازی یا تجاوز میکنند، در آزادی بمانند و این دعوت از سر احساس نیست بلکه دعوت به تنطنه عدالت است، می نویسند آنها.